معتبر آمریکایی The Times با تکیه به منابع خود در پنتاگون خبر می‌دهد که ایالات متحده آمریکا دیگر اوکراین را از ضربه زدن به خاک روسیه باز نمی‌دارد. منبع این نشریه گفته است این تصمیم پس از آن گرفته شد که پوتین به طور پیوسته در فصل سرما زیرساخت‌های انرژتیکی و پایگاه‌های گاز و آب تامین کنی شهرهای اوکراین را موشکباران و کارناشویم کرد. گفته شده است دیگر آمریکا پروای آن را ندارد که با یراق فرستاده آنها اوکراین به خاک روسیه شلیک میکند و یا نه. این هم صحبت The Times از وزارت مدافع آمریکا گفته است ما به اوکراینی‌ها گفتن نمیتوانیم که از یراق‌های فرستاده ما به طرف روس‌ها به قریم و یا روسیه پرانید و یا نپرانید چه کاری که میکنند این کار آنها است و ما برای آنها دخالت کردن هم نمیتوانیم. تنها شرط ما پیش از فرستادن همه گونه یراق به اوکراین این است که نظامی‌های اوکراین باید قانون‌های بین المللی جنگ و مخصوصا پیمان ژنو را رعایت کنند. این معنای آن را دارد که نظامی‌های اوکراین نمیتوانند به ضد اهالی آسایشته و شخصان غیر نظامی حمله انجام دهند و این شرط را همیشه جانب اوکراین رعایت می‌کند. یادآور می‌شویم که تا کنون آمریکا اوکراین را از هر نوع حمله و ضربه‌زنی به قلمرو روسیه نگاه می‌داشت تا که آتش جنگ علنگه بیشتر نگیرد و بارها درخواست اوکراین برای فرستادن موشک‌ها و درون‌های دورپرواز رد کرده بود. حتی آمریکا طول پروازهای شبکه‌های موشکی هیمارس را که می‌توانند تا 500 کیلومتر شلیک کنند پیش از فرستادن به اوکراین تنها بعد 80 کیلومتر رسانیده بود که نیروهای مسلح اوکراین به نیم جزیره از طرف روسیه غصب شده کریم و قلمرو بی‌واسطه روسیه ضربه نزنند و خشم پوتین را نآورند تا که علنگه جنگ بلندتر نشود. روسیه نیز در نوبت خود بارها تاکید کرده بود که در حالت حمله به قلمروش آماده است پاسخ سنگین بدهد. در عین زمان نگرانی در حال افزایش است که میتواند پای کشورهای غرب به جنگ اوکراین فراتر برود. دبیر کل پیمان حربی ناتو به جنگ روسیه با ناتو پیچیدن جنگ اوکراین را امکان پذیر نامیده است. او در مصاحبه خود با یک رسانه نروژی گفته است که از ادامه این جنگ در اوکراین همه چیز را امیدوار شدن ممکن است اگر رفت و کار به جای رسید که پای ناتو به آن کشانیده شد. این یگان جای خوف و ترس ندارد. روز 9 دکمبر سال 2022 بخش روسی BBC و نشریه روسی مدوزا در یک تحقیقات دست جمعانه و با کمک خویش و تبار کشته شدگان جنگ خبر داد که از جانب روسیه در جنگ اوکراین الکی بیش از 10,000 عسکر و افسر کشته شدند. مرکز تحلیلی قواهای بحری آمریکا نوشته است که از اول جنگ اوکراین و روسیه با شمول زخمی‌ها و گم شدگان 90,000 نیروی خود را از دست داده.